در دایره رسیدن به یکی از هدفهای سازنده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان استقلالیت انرژتیکی مملکت در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خروغ از جانب شرکت برقی پامیر انرژی بنیاد زیرسازگاه خط انتقال برق 110 کیلوولت که برای فعالیت من بعدی نیروگاه برقی زمینه با اعتماد می‌گذارد رفته ایستاده است. زیرسازگاه در نزد بنای اساسی نیروگاه آبی برقی خروغ ساخته شده. ته‌کرسی اساسی در پیوند نمودن زیرسازگاه‌های قلمرو ولایت به شبکه یگانه انتقال برق دانسته می شود. این انشاءات به افتخار 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده تا تجلیل این صحنه تاریخی برای اهالی چون تحفه عیدانه تقدیم می گردد. با بنیاد گردیدن زیرسازگاه برقی دسترسی اهالی به برق خوش‌صفت زیاد گردیده. تأمین نیروی برق مخصوصا در فصل سرما نیز به یگان مشکلی به راه مانده خواهد شد. رهبرت ولایت و وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان با رفت کارهای ساختمانی زیرسازگاه از نزدیک شناس گردیده با سطح و صفت کارهای بنیادی بهای مناسب گذاشتند. اطلاع داده شد که بنیاد چنین زیرسازگاه برقی عین زمان در نزد نیروگاه برقی پامیر یک نیز ادامه داشته نیت است که چنین زیرسازگاه در یکی از محله‌های شهر خروغ نیز ساخته شود. قید گردید که این زیرسازگاه در تامین منبع استقلالیت انرژتیکی در منطقه نقش کلیدی داشته اولین مرتبه در شهر خروغ مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. زیرسازگاهی که با توانایی 110 کیلووات ساخته میشن این در خروغ ساخته میشد، در انبوی یعنی پامیر یک ساخته میشد، اینچنین دیگر یک زیرسازگاه یعنی در درواز ساخته میشد. هدف نهایی این ساختمان پیشگیری از تلفات زیاد نیروی استحصال شده برق بوده. این زیرسازگاه در سمت بندوبست نیروگاه‌های منطقه و شبکه یگانه برق تامین کنی موقع کلیدی دارد. شرکت برقی پامیر انرژی پیش از آغاز ساختمان این زیرسازگاه نخست برای انتقال برق 110 کیلوولت ستون‌های آهنین عظیم را در مقیاس ناحیه‌های ولایت نصب نموده با این ستون‌های موافق نیروگاه‌های ولایت با زیرسازگاه پیوند خواهند گردید. عین زمان در بنیاد این زیرسازگاه برقی خط انتقال برق 110 کیلوولت 6 نفر جوانان دولت همسایه افغانستان تجربه آموزی دارند که یکی از دستورهای به‌واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان دانسته می شود. طبق نقشه زیرسازگاه نوی برقی 110 کیلوولت در عرفه تجلیل جشن مقدس ملی 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با سطح و صفت بلند به استفاده داده خواهد شد.